ذرتکاران که خودی نشان بدن و ببینند این تیم ها رو. فرصت برای استقلال و توی دروازه یه ضربه سر، اصلا نگاه نمیکنه اما عالی سانچ میکنه و یه ضربه سر تمام. پائولو رینالدو ارسال پاس بلند، باز هم حرکت از سمت چپ، یه بار دیگه موقعیت برای بازیکنان استقلال و گل دوم سید صالحی و به نظر زده مجددا استقلالی ها به دنبال گل. یه حرکت از رینالدو میتونه دروازه رو باز بکنه، یه پاس زیبا میده، با گذشت کار میکنه. صفر از نمای پشت در رینالدو درون محوطه جریمه، فرصت گلزنی و توی دروازه. گل سوم سید صالحی و گل چهارم کرنرها دو در مقابل صفر. یه ضربه سر و توی دروازه باز هم گل از سید صالحی. جام حذفی، باز هم یه پاس در عمق، یک بار دیگه موقعیت برای استقلال. یه لحظه هم میزنه، پنالتی رو بزنه، حالا میزنه و توی دروازه سید صالحی. حرکت رینالدو، یه پاس زیبا از رینالدو پشت خط دفاعی، موقعیت برای گل هفتم و توی دروازه. یه حرکت دیگه سمت راست، ورود به محوطه جریمه، یه پاس به عقب، دروازه خالی و توی به عنوان مهاجم راست کار میکرد و برهانی به عنوان مهاجم چپ. نیمکت ذخیره ها رو لحظاتی دیدید. فرصت باز هم برای گلزنی و توی دروازه. که هادی شکوری میزنه. استقلال کنار زمین ایستاده، فرصت برای امیرآبادی، کنترل خوب و پنالتی. بله پنالتی. جزئیات کار رو با دست میگیره پای او. پنالتی برای استقلال و توی دروازه. خیلی راحت و آرام به توپ ضربه میزنه رینالدو و فریب میده. هرگاه توپ رو گرفته به دنبال گلزنی بوده. یه حرکت آکروباتیک زیبا و توی دروازه. نیست. حالا فرصت برای استقلال در غیاب او، فرصت برای گلزنی و یه بار دیگه گل. چه خواهند کرد؟ ضربه به این شکل و توی دروازه. میلاد نوری هست که گل 13 رو در ثانیه‌های تلف شده